ارتباط با زن شوهردار و مرد زندار تحت هر شرایطی ایراد داره. تویی که خودتو گول میزنی، میگی دوستش دارم، دوستم داره، از زندگیش راضی نیست، شوهرش اینو اذیت میکنه، زنش اینو ساپورت نمیکنه، میخوام زندگیشو نجات بدم، این دخالت ها به تو نیومده عزیز من. تا زمانی که داره با همسرش زندگی میکنه هیچ ربطی به تو نداره. اگه با زور ازدواج کرده با زورم میتونه طلاق بگیره. شیطان صفتن اون زن و مردی تا یه جوون خام میبینن میخوان اونو تستش بکنن و وارد بازیش میکنن و بهش میگن من میخوام جدا بشم، همسرم اذیتم میکنه، همسرم ساپورتم نمیکنه. جوون مردم رو وارد بازی میکنن و سرشو به باد میدن. تو هم که بدت نمیاد و کاربلد وابستش میکنی، استفاده میکنی، فردا هم اون بدبخت از خدا بیخبر باید جوابشو بده. حواستو خوب جمع کن، خودتو از این کثافت بازی ها نکشی بیرون. معذرت میخوام، کثافت سر و روی زندگی تو میگیره، دیگه نمیتونی خودتو در بیاری ها.